این همه راه و مسیر سختی که 70 روز تو راه بودیم رسیدیم آمریکا، خیلی نفس بکشید، تازه درد بدنات خوب بشه، دکتر بهت میگه سرطان بطن استیج 4 هم داری. برای این گریه نمی‌کنم که مثلا حالا هر اتفاقی بخواد بیفته، من فقط سلام برعکس یوتیوب، سوهیل اقتصادی هستم. امروز با فرشته خوش اومدی به آمریکا و نورت امریکا و این صحبت‌ها. سلام، منم خیلی خوشحالم امروز قراره باهات یه پادکست خیلی جذاب داشته باشیم و من واقعا خوشحالم الان میبینمت. مرسی که کانادا بودی و اصلا فکر نمی‌کردم بیای اینجا. آره من اصلا باورم شما اینجا ببینم، بعد شما اینجا هم 3 ساعتی من زندگی می‌کنی، یهو من شانسی نمی‌ذارم، بعد میزنم تو اپ میبینم با من 9 دقیقه فاصله از بالای کالیفرنیا تا پایینش 11 ساعت با هم فاصله دارم. تو 9 دقیقه اصلا باور نکردنیه. حالا من میدونم مصاحبه زیاد میکنی و با خیلی امروز هم قبلا برنامه داشتی، ولی من نمیخوام راجع به این سفر صحبت کنم و چه جوری اومدی و اینا. آره چون واقعا انقدر راجع به این سفرمون صحبت کردیم و کلی مصاحبه انجام دادیم، خودم دیگه خستم. آره چون بعد تو ریپیت کنی، فقط تو رو ریپیتیم، ما همه اوه. ولی نه، کسی میخواد ویدیو بنز کافی هستش. من الان میخوام راجع به چی صحبت کنم. این اتفاق ناراحت کننده که افتاد، اومد اینجا دیدی گردن درد میکنه و رفتی دکتر فهمیدی سرطان داری. حالا یه سری آدما رو من میبینم که سرطان میگیرن. من خواهر خودم هم توی ماه گذشته سرطان گرفت و عمل کرد، آردی همه چی بهتره تا آخر ما ببینیم داستانش چیه. ولی یه سری آدما وقتی مریضی رو میگیرن خیلی خودشون رو از دست میدن، لوز میکنن، ضعیف میشن، میافتن توی خونه، میخوان مثلا تنها باشن یا ناراحت باشن. یه سری آدما خیلی جنگجوان رو میرن جلو، اصلا انگار نه انگار. مثلا تو الان میبینم مثلا 4 شب که مهدی برنامه داشت تو هر شب باش بودی، اصلا تو لازم نبود باش باشی و باش بودی که هیچ چیز برنامه رو تو انجام دادی. حالا میخواستم ببینم چون سنت هم کمه، 23 سالته و میدونم هم 5 سال پیش دوباره یه بار سرطان گرفته بودی. آره. اینو یه خورده برام توضیح بده. ببین من 19 سالم بود، خب ورزش میکردم، هر روز تو برو پارک ورزش کن، بعد از اون باشگاه، کلا هر روز موزیک میزدم، میرقصیدم، حالم خیلی خوب. و یه شب پهلوی سمت چپ من درد میگیره، تو ایرانم بودم و میرم دکتر رو آزمایش و سونوگرافی، میفهمم سرطان دارم. یعنی اون موقع نمیفهمم پهلوی اینجا. آره این قسمت. و دکتر میگه که سریع باید فردا صبح عمل بشی. من تا اون لحظه هم حتی نمیدونستم داستان چیه. گفتم یک مثل آپاندیس لابد یه چیزی میام برمی‌دارم میزنم دور و تموم میشه میره. و اونجا رفتیم دکتر رو عمل کردم و خیلی هم خوشگل، ناخونامو لاک آبی زده بودم، موهام رنگ کرده بودم، فلاسینم رفت انگار یعنی قشنگ داشتم آماده میشدم برم عروسی. نمیدونستم داستان چیه. بعد در این حد ما رفته بودیم توی بیمارستان واسه عمل، لباسای اتاق عمل رو دادم به مامانم، گفتن زود برو لباساتو عوض کن بری تو اتاق عمل. فکر می‌کردن که مامانم مریضه. اوه من مگه میشه این شنگوله این باشه؟ اصلا فکر نمی‌کردم مریض منم. بعد خوشحال. آره. بعد رفتم داخل اتاق عمل، بعد پرسنل اونجا همه پسر بودن. گفتم ای خدا من چرا به خودم رسیدم. بعد اینجوری بودم بهم نگاه می‌کردن، من تو مریضی بودم. آره. بعد ناخونامو نگاه کردن دیدن لاک داره و فلان و اینا. خب بعد لاک نداشته باشی بتونن از رو ناخون تشخیص بدن که نمیدونم. یعنی لازم دارن اصلا. پسرا رفتن همشون دنبال لاک پاکن نشسته بودن، لاکای دست و پای منو پاک می‌کردن. من یه جوری حالت معذبی بودم و یه جوی بود، چشام پر اشک شده بود، مثلا کم ترسیده بودم. چه طور می‌افتاد؟ آره چرا لاکامو دارم پاک می‌کنم بخورم. وای خدایا. بعد رفتم تو اتاق عمل و بعد دیدم همه جوونن، همه پسرای جوونن. یا چه خبره اینجا؟ بعد دکتر عمل خودم اومد، بالاخره اون سنش خیلی بالا بود. گفتم آقای دکتر لطفاً ندین اینا منو جراحی کنن، خودتون همین کارش انجام بدین. و فقط اون لحظه به این فکر میکردم که رد بخیه رو شکمم زیبا بیفته، من خیلی چیز زشتی نشه بعداً خیلی ناراحت بشم بابتش. اون دکتر گفت تو خیالت راحت بشه. آقا ما عمل کردیم و خیلی درد وحشتناکی کشیدم. بعد 5 ساعت 6 ساعت تو اتاق عمل بودم. بعد که اومدم بیرون و از همون لحظه درد کشیدم تا فردا ظهرش که تایم ملاقاتی بود. من فقط داد و بیداد میکردم، انقدر درد داشتم. میگفتن اندازه 40 تا سزارین، حالا چیزی که دکترم گفته بود، اندازه 40 تا سزارین این عملش سخت بوده.
بعد اینجوری بود که عمل تموم شد و من خوشحال برگشتم خونه و دوباره موها رو درست کن و بباف و میان ملاقاتی تو. اصلا یه حس عجیب غریبی داشتم تا اینکه رفتیم پیش دکتر، خب دکتر آنکولوژی. بعد رفتیم جلوی دکتر اینجوری نشستیم و توده هامو آزمایش کرده بودم و فهمیدن سرطان بدخیمه. یه هفته دیگه دیرتر عمل میکردم میترکید تحالم و تموم میشد، به کل بدنم پخش میشد. بعد اینجوری شد که دکترم خیلی خوشحال که سیوت کردیم نگاه کرد، گفت خب دخترم میریم براش 2 تا کلاگیس خوشگل، یکی شرابی یکی مشکی میگیری، خب چون که 2 حالت داری، یا میمیری یا مواد میریزه یا باید شیمی درمانی زودتر شروع کنیم، کدوم میخواد؟ من اینجوری گفتم راجع به چی صحبت میکنه، نه اینتروی نه اوتروی نه بیرولی هیچی. بعد هیچی دیگه من اصلا شوک شده بودم، دوست حرف نمیزدی ما حرف زدیم لال شده بودم. بعد اینجوری بودم خب یک دوستی هم داشتیم دختر همسایه‌مون سرطان گرفته بود و اون بعد چند سال مثلا حالا موقع که اون تایم که اون سرطان داشت جواب نداده بود و حالا به هر دلیلی اون فوت کرد و من میدونستم که ناخوناش سیاه میشه، موهاش میریزه، چقدر درد ناخونم سیاه میشه. آره ناخونم سیاه میشه، کبود میشه. خب این نمیافته. ناخون پای من در حدی بود که مثلا اومده بود بالا میخواست بیفته، سری حنا کردم و بستم و راه حل داشت براش. ولی اونا که دیر انجام میدادن دیگه بعد مثلا میکشیدن دیگه تهشو یه همچین حالت. آقا من فقط داشتم به این فکر می‌کردم موهام میخواد بریزه، که اصلا نمی‌دونم سرطان چی هست، دردش چیه. خب بعد من عاشق موهام بودم همونطوری، یعنی اینقدر که موهامو دوست داشتم، موهام بلند پرپشت تا رو کمرم حالت دار، هر روز بیام ببافمشون، هر روز یه مدلی درست کنم، یعنی واقعا. بعد من عاشق رقصم بودم، مربی رقصم بودم اون تایم و اصلا با موهام زندگی حس میگرفتم، مثلا میرقصم خیلی بهم حس خوبی میداد. خب بعد اینجوری بود که موهام میخواد بریزه دیگه، اصلا اون بدترین چیزی بود که مثلا برام اتفاق افتاد لحظه. بعد تصمیم گرفتم اوکی دیگه چاره‌ای نیست، باید این کارو خب دوست ندارم بمیرم، دارم خود زندگی کنم. بعد رفتم آرایشگاه پسرونه، آرایشگاه زنونه رفتم، گفتم موهام پسرونه بزن که حداقل یهو از این به هیچی نرسه. بعد نگه دارم موهامو، دنبستی بستم و اولین قیچی که کردم من خواهرم دختر خانم همه با هم دیگه زدیم زیر گریه. و چند سال طول میکشه موهامو؟ خیلی سال، 5 6 سالی 7 8 سالی فکر می‌کنم طول میکشه. تا اون موقع خب جوان‌تر بودم، رشد موهام خیلی بیشتر بود. بعد همونجا واقعا از ته قلبم گریه‌هامو کردم تو آرایشگاه و موهامو هم همینجوری بافته نگه داشتم و جای آینه تو اتاقم آویزون کرده بودم. بعد رفتم شیمی درمانی، اولین جلسه همه پیرمرد پیرزن بودن. خب اول شیمی درمانی یعنی چی؟ نه مثلا تو من هیچی نمیفهمم ازش. من خودم نمیدونم. آمپول میزنن، قرص، لیزر، داروهای برای شیمی درمانیه. خب که متأسفانه تو ایران هم خیلی سخت پیدا میشد، یعنی پدر مادر من واقعا تمام داروخونه‌های مشهد رو زیر و رو می‌کردن که فقط بتونن یه آمپولی یه داروی شیمی درمانی پیدا کنن. حالا هزینه‌هاش که بماند که چقدر هزینه‌هاش سنگینه. و مثلا اونا 2 روز قبل شیمی درمانی من دنبال می‌گشتم فقط که روز شیمی درمانی من پیدا کنم. و شیمی درمانی من اینجوری بود که هر 12 روز 2 روز پشت سر هم با دوز سنگین بود. من جلسه اول شیمی درمانی برای چند وقت؟ یعنی برای 1 سال برای من طول کشید. 12 روز برای 1 سال. هر 12 روز 2 روز پشت سر هم و برای 1 سال. برای 1 سال. انگار من هولوش مثلا ماهی 4 بار داشتم شیمی درمانی می‌شدم. و به قول دکترای حالا آمریکا وقتی که آزمایش‌های سری قبلمو دید براش گفتم از ایران برام فرستادم و نشونش دادم، گفت انگار 100 بهت شیمی مواد شیمیایی وارد بدنت کردن، تو چجوری زندگی اینجوری بود. بعد اولین جلسه رفتم نشستم، همه پیرمرد پیرزن بودن تو مطب. بعد می‌بینی رو صندلی میشینی و داخل سرم به اون مواد شیمیایی رو اضافه میکنن، یه سرم بزنن، یه سرم بهت میزنن و مواد وارد بدنت میشه. این میشه شیمی درمانی. همه پیرمرد پیرزن بودن. یه دکتر تزریقاتی هم اونجا بود، خیلی پدرسوخت شوخ بود، خیلی آدم باحالی بود. نمیدونم اسمش یادم اومد، آقای دکتر رحمانی فکر میکنم، دمش گرم، ولی هر جا که هست امیدوارم حالش خوب باشه.
این همش با پیرزنا شوخی میکرد، میخندونشون، حالشون رو خوب نگه داشت، رویشون حفظ میکرد. من نشستم و اولین لحظه‌ای که سوزن زد و دارو داشت وارد بدنم شد زدم زیر گریه. حال همه اون پیرزنا حالشون رو خراب کردم. یعنی یه جوش اونا هم داشتن با من گریه میکردن، اشک میریختن. بعد دیگه وقتی که شیم درمانی تموم شد اون جلسه اومدم خونه، خب خیلی حالت تهوع بد، درد استخونم شدید شروع شد. بعد چقدر طول داره بعد از اینکه اون سرمو میزنن شروع بشه؟ برای اون موقع من یعنی بعد از نیم ساعت الی 45 دقیقه حالت تهوع شروع میشد، بعد یک ساعت و نیم دردام شروع میشد. بعد میمون تو 12 روز دوباره گذشته؟ میمون تا خود 12 روز. فقط روز 12 از صبح که از خواب بیدار می شدم دردی هم که داشتم از درد پریودی بازم یکم بیشتر بود، ولی مثل دردای اون 11 روز نبود. خب در حدی بود که من اینجور خودم تکون میدم، دیگه میتونستم تحمل کنم، جیغ نمیکشیدم، داد نمیزدم. بعد تو 12 روز قرص ضد درد و اینا میخوردی یا نه؟ هیچ تاثیر نداشت. منو با آمبولانس میبردم بیمارستان، انقدر رو به موت میشد و حالم بد میشد و جیغ و داد میزدم، انقدر درد استخوان شدیدی داشتم، میبردم بیمارستان بهم مورفین میزدم، دردم آروم نمیشد. آروم نمیشد و دوباره باز مثلا بهم خون کم میآوردم، خون تزریق میکردم، دوباره باز برمیگشتم خونه و خیلی سخت میگذشت، چون غذا به هیچ عنوان نمیتونستم بخورم، هیچ غذایی بهم مزه نمیداد و تمام دهانم حالت تاول زده بود، میسوخت و درد استخونم که داشتم بدتر، به هیچ عنوان نمیتونستم بخوابم. آرزوم بود که فقط یک دقیقه من بخوابم، اصلا نباشم تو این دنیا، اصلا نفهمم چیه، که درد رو احساس نکنم. یعنی هر لحظه رو داری احساس میکنی؟ اصلا تموم نمیشه. خدا پدر پریودی رو بیامرزه والا به خدا، حداقل یه هفته در روز تموم میشه. این تموم نمیشد این دردی که بود. دیگه مامانم و خواهرم تفلکی رو میمدن، حالا دستم یه عالمه هرچی روسری و شال داشتیم از کمد در آوردن، اینجوری محکم میبستن، چون خونی که تو رگم حرکت میکرد، رگ ضعیف شده بود دیگه. بعد رگم درد میگرفت، تا درد رگم رو احساس میکردم. حالا تمام بدنت هم پر رگ و استخون و من کامل درد داشتم. بعد آقا 1 ماه به همین منوال گذشت، من اصلا با هیچ بنی بشری نمیتونستم صحبت کنم. اصلا نه که من قبلش با همه بگم بخندم، دوستشون داشت، عاشق همه بودم، یعنی عاشق خانواده‌ام، با همه خوب باشم بگم. ببین ولی اون تایم فقط با مامانم چشمی اونم حرف میزدم، یعنی بهش نگاه میکردم میفهمید که الان باید بیاد بغلم منو بغل کنه. نگاه میکردم یعنی که بگو همه برن از اتاق بیرون. نگاه میکردم یعنی که الان میتونی سوپمو بیاری. اصلا من همش برام این سواله که اون از کجا میفهمید، یعنی واقعا یک دنیای عجیبه. آخه نمیفهمی مامان بابا چه زجری میکشن بچه‌شون اینطوری شه. اصلا الان میگم چجوری میفهمن، نگاش میکردم مثلا از حالت نگاه من میفهمید که من چی میخوام. فقطم با مامانم، حالا تا قبل از شیمی من انقدر با مامانم رو دعوایسی داشتم، جلوش ببین لباس عوض نمیکردم. حالا تایمی که این اتفاق افتاده بود اصلا فقط باید مامانم میبود پیشم. من عاشق بابام هم سایه، خب یعنی مهربونتر و خفنتر از این مرد ندیدم تو زندگیم. انقدر این بشر آدم وفادار، فداکار، مهربون، اصلا هر چی برای بگم در توصیفش واقعا کم گفتم. یعنی در این حد که دیگه عصبی هم میشه. اصلا بابک من عصبی شدن اینو ندیدم. عصبی شدنش هم آخه بامزه است، عاشقشه. یعنی اگه بخوام مثلا چیزی ناراحت شه خودش 2 دقیقه دیگه بعدش میخنده. اصلا خیلی آدم باحالیه. بعد اینجوری بود که من با بابام اصلا همیشه اخ داشتم، نه تنها با همه. و کلا خدا رو شکر اون تایم خانواده‌ام خیلی رعایت کردن. خونه باز سکوت می بود، مثلا در اتاق من بسته بود، در پذیرایی بسته بود، مامان رفته بود تو آشپزخونه، در آشپزخونه هم بسته بود، پشت یخچال آروم یکیزن فک فامیل همه زنگ می‌زدن دیگه حالا منو بپرسن. داشت صحبت می‌کرد، توضیح میداد حالم چیه، چی شده، چی. من از تو اتاق میشنیدم صداشو، انقدر که شنواییم قوی شده بود. داد می‌زدم بابا اون تلفن رو قطع کن، من همه حرفاتو فهمیدم. گفت تو چه جوری میشنوی من دارم آروم تعب از 4 تا 10 دقیقاً. بعد اصلا شنوایی آدم خیلی قوی میشه تو این. و یه روزی با خودم فکر کردم بعد 1 ماه خب نمیتونستم خانه اینجوری تکون میدادم، شبا راه میرفتم تو خونه میدیدم بقیه خوابن، هرسی میخوردم یعنی خوش به حالش و اینو خوابن. و این آدم خوابا نمیدونه ولی یه خواب آرزو شده بود ها.
1 دقیقه مثلا نمیتونی چی دارم میگم، تصور نمیتونی بکنی 1 دقیقه بخوابی. بعد حالا این بگذره، بعد من خودم یه اخلاقی دارم، گفتم بذار ببینم اگر روزی که خوب شدم، داشتم به خوب شدن دیگه یکم فکر یعنی نمیخواستم واقعا بمیرم، با اینکه رویم هم از دست داده بودم خدا وکیل. اینجوری بودم که بذار برم تو حموم، آب گرم کنو تا آخرین درجه زیاد کردم و شیر آب داغو تا آخر زیاد کردم. گفتم بذار برم تو حموم، دستمو زیر آب جوش بگیرم و ببینم درد من چقدره، که یه روزی که خوب شدم یادم بمونه من چه روزایی رو گذروندم و چه دردایی رو کشیدم. آقا من رفتم تو حموم، آب جوشو باز کردم، گرفتم، گفتم وای به پیدا کردم، مورفینمو پیدا کردم. آب داغ دردو کم میکرد؟ آب داغ نه، آب جوش. به جون خودم الان زبان امکان به خدا نمیتونیدم. من خودم الان 1 ثانیه اینجوری زیر آب جوش بگیرم میسوزه دستم، میفهمم که سوخته. حالا تو فکر کن چقدر من درد داشتم که نه تنها دستم، رفتم زیر دوش نشستم. زیر دوش نیم ساعت نشستم و اون لحظه بهترین و رویایی ترین قسمت زندگی من بود اون تایم. و حموم خونه و اتاق خوابم بهترین مکان دنیا بود برا من و دوست نداشتم من از اون 2 تا قسمت دور کنم، چون همش دیگه یاد گرفته بودم چجوری دردم آروم میشه. تون میرفتم توی حموم، زیر آب جوش میشستم، همون بخار میگرفت و خواهرم مثلا میومد تو همون منو ماساژ بده، گفت وای میجیغ میزد مامان فرشته سوخته، نمیدونم الان قرمز شده تمام پوست دادی. بدنم تاول زده بود، پشت تمام پوست بدنم سفید مثلا اندازه نصف کف دست این یعنی آب اون لول داد، تاولای سفید زده بود و دکتر میگه اگه رو نخات میخواستی چیکار کنی؟ مثلا اینجوری بود و این آب که رو استخونام میریخت انگار دنیا رو بهم دادن. میگم فقط خدا کنه هیچ وقت. بعد به محض اینکه میدیدم یک ذره یه درجه داره سرد میشه، سری میبستم تا همون حالی که هنوز بیحالم و توی بخار همون بخار منو گرفته و بیحالم، سری لباس کنیم مثلا یه چیز گله گشاد تنم، هیچ چی دوست نداشتم باشم، میرفتم سری تو اتاق تو جام دراز میکردم، 5 دقیقه چرتم میگرفت، نه خواب واقعی، چرتم میگرفت، عشق میکردم توی همون 5 دقیقه که چرتم میگرفت و دیگه ناله نمیکردم و دردم آروم تر بود، سری میگفتم مامان از این سوپ آماده ها، فقط اونو میخواستم، هیچ چیز دیگه ای نمیتونستم بخورم. از این پودریا آخ من عاشقم اونم، فقط هیچی، آب خالی، هیچی نمیخواستم. اونو دیگه مثلا فقط اونو میتونستم بخورم و خیلی خوشحال بودم که دارم اونو راحت میخورم. و بابام اومد یه روز تو اتاقم 2 تا کتاب بهم داد، اصلا بابام از این کارا نمی‌کرد، 2 تا کتاب بهم داد، روی یکیش مثلا یه راجع به همین سرطان، دختری که سرطان رو شکست داد یا همچین چیزی، یکی دیگه‌ش هم بود که چی بخوریم برای سرطان و فلان، تغذیه کتابش راجع به خوندیشون. انقدر آدم درد داره مگه میتونی تو چیزی بخونی؟ من گوشیمو پرت می‌کردم اون تای اتاق، اصلا گوشی نبینم، اصلا اون انرژی گوشی اینکه بدونم یکی پیام داد اصلا اون به من اصلا نزدیک نباشه. بعد کتاب اون داد، اومدم نگاه کردم، تو فکرم این مثلا کتاب بنویسم راجع به اون روزا، ولی خب تواناییشو واقعا نداشتم. گفتم حالا بابام برام این کتابو آورده، بذار نگاه کنم ببینم چیه. همینجوری که از استخوان درد خودم تکون میدادم و ورق میزدم، خب اینجا نوشته لیمو ترشو، بابا لیمو ترشو بگیر بیا، بابا کلم بروکلی، بابا فلان. خب فقط در حدی که توی اون یه صفحه مثلا تو هر صفحه یک کلمه رو میدیدم که نوشته خوبه، برام میزدم و بعد انداختمش کنار. دیگه از اونجا به بعد من تو آبم، تو چایم، تو سوپم، تو همه چیم لیمو ترشه بود. خب بعد دوباره هر نیم ساعت که آب دوباره جوش میشد من تو همون بودم، یعنی من 24 ساعت شبانه روز تو همون بودم و همیشه آب گرم کنم و باید رو درجه آخر می بود و من میرفتم زیر آب جوش میمونم 5 دقیقه چرتم میکرد که اون حس خوبی بود. چند وقت طول کشید؟ کل 1 سال گفتی. فکر کنم من چقدر پول آبمون فکر کنم اومده باشم اونجا. من 1 سال زیر آب جوش بودم، یعنی 24 تو مشهد مثلا شهردار فهمیده. بعد اینجوری بود که یه بار که از زیر آب جوش اومده بودم و دیدم این برای بار دومم جواب داد و اینا، در همون که باز کردم خوشحال بخور منو گرفته، این موتورا که مثلا منگم اومدن دم در، بابام تازه از سر کار تفلکی همش دیگه تونتو بره میده و خرچی بخره در من که 1 سره من همیشه موتورز. بعد دم در همون که من بیرون بابامو دیدم تازه رسیده بود، بعد حالم چون خوب بود یه لبخند بهش زدم. بعد 1 ماه، بعد از 1 ماه
که اصلا با اون حرف نمیزدم یا اصلا یه لبخند بهش نزده بودم، اومدم بهش لبخند زدم. ببین این خاطره که اگه 100 سالم بشه عمرم من این از ذهنم بره. چرا؟ چون اون لحظه بابامو دیدم اینجوری خوشحال شد، لبخند منو دیده، چشای کوچولوش پر اشک. بابا جون حالت خوبه؟ بابا جون دیگه درد نداری الان؟ بعد سری خودم برگشت بودو پشتش به من کرد، همین جمله نتونست بفهمه من چی جواب من چی. من همینجوری داشتم فقط بهش لبخند می‌زدم. برگشت تو آشپزخونه پیش مامانم، رفت سرشو گرم کنه مثلا چیزی خریده الکی. منم همینجوری یه لحظه فکر کردم، رفتم دنبالش، یکم فضولی میگفت که چی شد. بعد رفتم در آشپزخونه به مامانم نگاه کردم، مامانم به بابام نگاه کرد، به من نگاه کرد، یه لبخند زد که آره با چش بهم گفت بابا داره گریه میکنه. اونجا من برگشتم رفتم تو اتاقم، در اتاقو بستم، اینجوری به درم تکیه دادم، گفتم فرشته تو چی کار کردی با این من؟ قشنگ داشتم هیچ اون صحنه از ذهنم نمیره، گفتم تو چی کار کردی با بابات؟ مرسی. خیلی ممنونم. سعی میکنم که نریزه، خیلی میخوام تحمل کنم نریزه، اصلا نمیشه من این خاطرات یادم میاد. عاشق این روزام و شاید باورت نشه خدا رو شکر میکنم من سرطان گرفتم تو 19 سالگی. خیلی خدا، یعنی بهم میگفتم وای فلان، گفتم نه دم دیگه، گفتم بهترین اتفاقی که عمو تو زندگی من افتاد، اونم تو سن کم، همین بود که من سرطان گرفتم. شاید برای بقیه خنده‌دار بشه اسکول مثلا من دارم همیشه حرف میزنم، ولی به خدا بهترین اتفاق زندگی من همون بود. چون اصلا یه جوری دیدم و عوض کرد، یه جوری فکرم و روحم عوض کرد که شاید 20 سال دیگه هم تو حالت عادی زندگی کردن نمیشدم این فرشته‌ای که الان اینجا جلوت نشسته. اینجوری شد که یهو به خودم گفتم من چیکار کردم با بابام؟ یعنی همین. چرا یه چیزی رو تو پرانتز بگم، از روزی که من شیمی کردم، خب این بچه تو این 1 ماهی که اصلا باش حرف نمیزدم، هر روز از این سینی‌ها هست خونه هست گردا بزرگه، لقمه‌های نصف بند انگشتی برای من درست میکرد. یه لیوان آب پرتقال تازه و لیمو شیرین تازه و لیمو ترش، یه لیوان شیر و عسل، یه لیوان نمیدونم چای، یه لیوان فلان، هر چیز مقوی، سالات، لقمه کوچولو خودش از سر کار میومد 6 صبح این درست میکرد. این سینی رو میذاش کنار من به امید اینکه چون من هرچی غذا میخوردم باعث میشد مواد شیمیایی از بدن من دفع بشه و کمتر درد بکشم یا زودتر حداقل دردم خوب بشه، ولی من نمیتونستم و تلاشی هم نمیکردم که مثلا به زورم، چون میدونم دارم بالا میرم قورتش بده حداقل ویتامینش بهت برسه از دست ندی مثلا بدن ضعیف‌تر نشه. نمیکردم. این بشر 1 ماه هر روز این سینی رو پر آورد، شب پر برگردوند و بعد اینجوری بودم با خودم، گفتم چرا بابا هر روز داره این کارو میکنه؟ بابا من 1 بار یه لقمه از این سینیش بر نداشتم، چرا داره هر روز؟ بعد با خودم بودم فردا اگه این کارو کرد من نامردم اگه من این سینی رو مثلا نصفش رو تا شب تمومم. برای روز 31 همینجوری که داشتم درد میشم و اصلا نمیتونستم بخوابم، یهو بابام از در زد و اصلا آروم در رو باز کرد، چون با سرسا اصلا که بخواد اذیتم کنه، فقط سینی رو اومد کنار من گذاشت رفت. شب اومد. من گریه نکردم، من برای دردام گریه نمیکردم، انقدر سر این قضیه گریه‌ام گرفت، اشکم ریخت، گفتم من واقعا باش چیکار کردم. و خوردیش اون روز به زور یعنی فقط به خاطر بابا به زور، یعنی انقدر حالم بد بود که من این لقمه ببین میخواستم از اینجا بالا بیارم، میخوردم، بعد دراز کشیده بودم، یه لحظه میشستم یکم آب پرتقال یه قورت میخوردم، پشتمو میکردم چون حالم بد میشد اینا رو میدیدم، دوباره میگفتم 1.5 ساعت میذاشت یکم دیگه فرشته بخور، برمیگشتم از اون یک قلوب دیگه میخوردم، دوباره برمیگشتم که نبینم هی حالم بد میشد. آقا من تا بعد از اون شب که بابام بیاد این سینا رو یکم سعی کردم تمومش کنم، ولی واقعا نمیتونم همه‌شو تموم کنم. معلومه دست خورده. آره معلومه که مثلا نصفش تموم شد، مثلا دست خورد. و بابام اومد بعد سیبین بالاخره اینو موفق، اونم بالاخره موفق شد. آره دیگه. و اینجوری بود که من داشتم درد می‌کشیدم ولی اون لحظه همش به دردم فکر می‌کردم و خیلی ناراحت بودم، اصلا به اونا فکر نمی‌کردم که اونا دارن چی می‌کشن. تو این دوران دوست پسر اینام نداری دیگه، خودت تنهایی؟ توی اون دوران دوست پسر نداشتم، ولی
کسی بود تو زندگیم که انتظار داشتم از پدر مادرم بیشتر کنارم باشه ولی نبود. آره و این خیلی درد آدم رو 2 برابر میکنه. چون تو وای میستادی اگه اونوری بود. من ثابت کرده بودم قبل خودم، ولی مثلا اینجوری بود که تنها کسی که فکر میکردم دیگه اوکی من انقدر آدم خوبی بودم، این که دیگه هست، من انقدر آدم خوبی بودم، این بالاخره آدم خوب میشه تو روزای خوب، بالاخره تو روزای سختم بالاخره یه روز خودش نشون میده. اصلا محاله من عمل کنم سر عمل نشه، یا محاله که من مثلا همچین دردی رو دارم میکشم این آدم اولین نفر بالا سر من نباشه. نه و فقط من همیشه پدر مادرم رو دیدم پشت در اون اتاق، پشت درش شیم درمانی، پشت در اتاق عملم بالا سرم همیشه. و این خیلی سخت گذشت چون اصلا دل آدم بیشتر میشکنه. بعد اینجوری شدم که بابام دیگه بهش لبخند میزدم حتی اگه درد داشتم، به مامانم لبخند میزدم حتی اگه درد داشتم. میخواستم به اونا روحیه بدم، من مرید میخواستم به اونا روحیه بدم و به خاطر چی صبح مامانم میگه مامان صبح میای بریم چون عاشق ورزش کردم، میرفتم برای خودم میدویدم ورزش میکردم، میخوام ورزش کنم. این اصلا تعجب میکردن، خوشحال میشدم، میخوام بریم قدم بزنیم پارک، باشه باد میاد بابا توی آبم لیمو ترش بریز که با هم همراه باشه مثلا بریم با مامان پارک. میرفتیم صدای آدمو با هم حرف میزدن، اینجوری بودم خدایا. بعد مثلا به جای که دور پارک مثلا قدم بزنم وسط میانبر میزدم که زودتر دوره تموم بشه، 2 دور میزدم الکی با من. خب بس دیگه امروز ورزش کردیم بریم. اینقدر درد داشتم و تو اون اوج داشتم خودمو پاره میکردم که یه تلاشی بکنم و یه امیدی به اینا بدم. و من همینجوری الکی می‌خواستم به اینا امید بدم که من دارم خوب میشم، خوشحال میشم. حالا بمونم که چقدر رو به موت خوابیدم و همه فک و فامیل نشستم بالا سرم دعا خوندن، نماز خوندن، من می‌خواستم فوششون بدم. بابا تو وجود مادرتون من حالم بده، بریم بیرون مثلا از اتاق من. این حال منو خوب نمی‌کنه، من دارم میمیرم که شما اومدین. ببین در حدی بود من اتاق ایزوله بستری بودم، اومده بودم برای آخرین بار از پشت من همه ببینم. بعد ببین من واقعا توی دنیایی بودم بین مرگ و زندگی، صدا رو میشیدم، توان جوابگویی نداشتم. و تو این داستان الان دیگه موها ریخته. اینو بگم موهام پسرانه بود داشت میریخت، همون بعد جلسه اول داشت میریخت. بعد خیلی داشتم اذیت میشدم ریختن، این دست میزدم میدیدم گوله داره از سرم مو جمع میشه. همه خانواده تو اتاق من نشسته بودم چون هنوز روز اول بود. بعد من تیغو برداشتم رفتم تو همون، اینا فکرم فقط میخوام زیر آب جوشو بیحال شم و بیا بیرون. رفتم اون تو آینه به خودم نگاه کردم، گفتم فرشته مگه چند تا دختر عین تو هستن که توی 19 سالگیشون کچلی خودشونو میبینن؟ تو همیشه دلت میخواست که مثلا ببینی توی استایل مختلف چه شکلی میشی. حالا الان قسمتش پیش اومده دیگه، شرایطش پیش اومده. نه حالا اینجوری خیلی جدی داشتم خودم حرف میزنم و جلو اینه وایسادم و خودمو کچل کردم. دوشم هم گرفتم، فقط نمیدونم شامپو رو بزنم بسرم نزنم دیگه، الان واجب نیست دیگه. اومدم وارد اتاقم شدم، خواهرم 2 تا برادرم، بابام 2 تاشم زن، 2 تاشم همه اینجوریه. شوک شده بودن که من رفتم خودم کچل کردم اومدم و جلو آینه وایسادم و تو آینه داشتم اینا رو نگاه می‌کردم. بابا ببینم فقط ریاکتشون چیه. بابام آخش راحت شدی دیگه، ببین چقدر خوبه راحت می‌بینی همون. یه دستی هم به سر من کشید و گفت راحت شدی بابا جون. داداش بزرگم چشاش پر اشک شد، رفت اومد گفت همش می‌خواست مسخره بازی در میخندید. حالا من دارم می‌بینم مرد چشات پر اشک شده، قرمز شده چشات، میخندید، میگفت شبیه کیوسان شدی. قشنگ میخندی. بعد رفت توی حال که مثلا اشکش داره میاد مثلا من نبینم. میفهمم خیلی سخته. فقط تنها کسی که یک بارم جلو من گریه نکرد این مامانم. ببین نگاش کردم تا مامان من هیچ ریاکتی نشون نمیده، یه آدم صبح همینجوری. خب این حالا اینو بهت تعریف میکنم، گریه نمیکرده چی بوده داستانش. 1 سال بابا مادر بچت جگرگوشت اصلا یک ذره درد بکشه انگار تو اصلا خیلی حالت بد میشه. چجوری اشکش در نیاد، چجوری مثلا جلو من 1 بار یه قطره اشک نیاد این زن. این از داستان کچل شدن من همون بود دیگه، باش کنار اومدم. از 1 سال هم تموم شد، یعنی گفتن باشه دیگه نمیخواد بکنی و بعد شروع کردی به خوب شدن؟ بعد اینجوری شد که آره دیگه این 1 سال هم به همین منوال گذشت و روزای خیلی بدی رو گذروندیم و من فقط داشتم به این فکر می‌کردم وقتی که بیمارستان بستری می‌کردم گفتم فرشه من آرزو دارم برم دنیا رو بگردم.
من دوستم خیلی جاهایی که مثلا تو اینترنت برم ببینم، من دوستم سفر برم، من هنوز خیلی کارا دوستم انجام بدم، یا من دوستم مثلا خیلی عاشق سفر، از همه بیشتر عاشق سفر بودم که همش تو ذهنم بود. دوستم ماشینمو بخرم، دوستم دانشگاهمو برم، دوستم اولین کاری که همیشه هر نوجوان دوست داره انجام بدم و من نباید ببینم. فقط این یه چیزی بود که تو ذهن من بود، ولی بقیه من از پشت در ایزوله آخر اشهد ان لا میخوندم. آقا این گذشت من یه حویس روحیه میگرفتم. آقا بمانم من یک اعترافی هم حالا توی پادکست شما انجام دادم که حالا هیچ جایی من این اعتراف نکردم. من از وقتی که شیمیدم، من قبلش خیلی مسئله بودم و مثلا خیلی پوشیده بودم و خیلی اعتقادات سفت و سنگینی در من به وجود اومده بود. بعد از اینکه دیگه مجبور شدم کلاگیس بذارم، دیگه یهو دیدم یه چیزی نبوده که من دلی انجامش میدادم، انگار بقیه تلقین کرده بودن، یه سری از خانم‌های مذهبی اون تلقین کرده بودن به من که تو باید مثلا حجاب داشته باشی. اون پس من که دلی انجامش میدادم، حالا که اینا میدونن کلاگیسه، چرا مثلا بعضی میگن مثلا از خانواده مذهبی کلاگیس هم حکم همون فلان رو داره، از این پیامو برام میذاره واسه کسی که رو به مرگ داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. بعد اینجوری شد که من گفتم پس این دین من، حالا دوست ندارم زیاد بازش کنم، ولی گفتم این چیزی نبود که من قلبی داشتم انجامش میدادم، شما دارین خرابش میکنین، خودتونم اون بر اگه دنیای بود هرچی خودتونم جوابشو میدین، چون من واقعا اگه کاری میکردم واسه خودم دوست داشتم، خوشحال بودم، ولی شما دیدگاه من خراب کردین. بعد اینجوری شد که من دیگه گفتم من تا الان هیچ گوهی تو زندگیم نخوردم، یعنی هیچ شیطنتی نکردم، مثلا لب به قلیون نمیزدم، هیچ کاری نمیکردم. و من اولین باری که مثلا آبجو خوردم، به اولین جلسه شیمی درمانی، دومی سومی نمیدونم، تو همون دوره اولش بود، به دوستان گفتم آره باشه، دیدم از تو صندوق عقبشون همه دارن مشابه در آوردم، فکر کنم یا می‌خواستم شیمی درمانی برام انجام بدم، شیمی درمانی تموم شده بود، اومدم باهاشون برای اولین بار آبجو مثلا خوردم و دیدم چه حالم بهتر شد، شب باور نشه. و بعد دیدم اینو یهویی میگن چقدر بعد آبجو چه سیگار میچسته اینا. بعد گفتم مگه شما سیگار می‌خورید؟ ببین در حدی بود که اونا حتی جلو منم رو نمی‌کردن، یهو دیدم همه در آوردن، گفتم که یکی نخوام به من بدین. حالا من که با خودم اینجوری اوایل فکر می‌کردم من که دارم میمیرم، پس بذار ببینم اینا چه گویی می‌خوردن تا حالا مثلا این جوونا چیکار می‌کردن که حداقل ناکام از دنیا نریم، یه کام بگیریم. بعد این کاری که حالا من الکی واسه فقط فانش این کارو کردیم و واسه اینکه فقط من بگم آقا من بالاخره تجربه‌ای از این شیطنت‌ها داشتم. و رفتم دکترم، سری بعد هر دفعه می‌خوای شیمی کنی ازت آزمایش میگیرن. بعد سری قبل که من هیچ کاری نمی‌کردم، این گفت آزمایشش بده، هنوز بهش بعد خون بدنی، بهش فلان چیو تزریق کن، فلان چی که این بشه شیمی درمانیش کرد، یعنی به حدی برسه که بشه شیمی درمانیش کرد. بعد اینجوری شده بود که اون سری که مشروب خوردم رفتم دکترم جلو مامانم میگفت تو چیکار کردی؟ چقدر جواب آزمایشات این سری خوب شده؟ بعد من گفتم من هیچ کنم کاری همیشه که دیگه مونده و روم نمیشد بگم به دکترم، تا آخر نگفتم که من چیکار می‌کردم. خب داستان داییم بندر برای من پرواز گرفت، گفت بیا یه هفته دو هفته مرخصی دکترم گرفتم که به زور منو فرستادن که برم یکم حال و هوام عوض شه. حالا خونه دایمم کابینتاشو باز می‌کنی، یخچالشو باز می‌کنی، ممکنه که ودکا رو با اشتباه بگیری این قضیه. بعد من خوابم نمی‌برد، همینجوری درد داشتم، خونه داییم بودم، این خیلی باحاله. بعد اونجام شرجیه، تشنم شده بود، رفتم در یخچال باز کردم، دیدم این شیشه سرده، هیچ چیزی هم روش ننوشته بود، اندازه این لیوان، اون به جون خودم اینو پر کردم، قلوب خوردم. به اینجا که رسید یهو دیدم آتیش گرفت، انگار بنزین ریختن، یک کبریت هم روش زدن. این که شکست از دستم افتاد. 2 ساعت داشتم جیغ میکشیدم، انقدر که سنگینه نخواد این حجمو بخوری، اصلا بوشم نفهمیده بودم. بعد از اینکه خوردم تازه فهمیدم چی خوردم. تا اون شب نمیتونستم حتی یک شب بخوابم. اون شب مثل مرد یه جوری خوابیدم که گفتم خدای دمت گرم. یه سلوشن پیدا کردی. خیلی حس خوبی بود. بعد چند ماه مثلا بتونی بخوابی، یعنی با نمیدونم دوغ و قرص و شربت با هیچی نمیتونی تو بخوابی. و اون شب من انقدر حالا میگن اینو که نمیدونم، ولی برای اون نخوردنم گل توی کانادا مثلا، یا من میدونم اگه سرطان بگیری دکتر برات گل تزریق میکنه که گل بزنی که گوشتن چه غذا بخوری.
چون باز از این خبر نبود دکتر از این چیزا برای تجویز کنه. آقا این داستان تموم شد و ما هی رویمون رو پیدا می‌کردیم چجوری حالم خوب بشه، چیکار کنم، دردم خوب شه. برعکس به دکترم نگفته بودم، رفته بودم باشگاه یه مربی فیت خفنم پیدا کرده بودم، پا به پاش کراسفیت کار می‌کردن که اون خانومایی که سالم بودن میگفتم مگه من چیم از اینا کمتره، من باید ببین نمیدونم خدا اون انرژی به من چی میگه، انرژی حالا دنیا بود، خودم بود، ذهنم بود. این از کجا میومد؟ من با پا به پای اون مربی که این همه سال کار کرده و اون بدن سوخته مثلا حرکت‌ها رو انجام میدادم و اونایی که سالم بودن و اصلا چیزی نمی‌کردن هی دو تا ست می‌زدن میافتادن، نمیتونستم. نه تازه مثلا سرم کشف بود، دستمال سرم بسته بودم، به خودم یه سه گنگ بودم بهم دست میداد، نه من باید انجام بدم. هر روز دیگه بعد از مثلا یکی دو ماه که شروع شده بود شیمی، من هر روز هر 12 روز هر روز باشگاه میرفتم، ولی بعد حتی شیمی میرفتم باشگاه، یعنی شیمی درمانی میکردم، صبحمو تونتون همونجا که همون روز میرفتم باشگاه، سنگین کار میکردم، میومدم دوباره دردامو دکتر گفته بود اینو، میگم مثلا خوبه؟ مثلا از دکترم سوال نکردم خوبه یا بده، انجام داده بودم. حالا اینو بگم آخرش که وقتی که دیگه آزمایش‌ها رو اینا رو ما انجام دادن و رفتیم تهران، آزمایش انجام دادیم و تمام دکتر، ببین یک دکتری بودن بنده خدا انقدر پیر بود فکر نکنم الان زنده باشه، رو ویلچر اینجوری پروفسور این شکلی آخرین لحظه‌شو بود گذاشتم. منو بردن توی سالن شبیه سینما، 10 تا 11 تا پروفسور و پزشک و دکتر وایسادن، بعد آزمایش من انداختن رو پرده. بعد منم انگلیسی خداوندی بلد نبودم، نمیفهمم چی میگن، اینا فقط انگلیسی حرف میزدن. اون وسط یک نفر دهنش دمد بدخیمم که بوده، من گفت آره اگه این کار میگه بچه دارم نمیتونست بد بشه. ببین من اینجوری بودم، اینا چی دارن میگن؟ خدایا تو هیچی نمیفهمی، هرچند میفهمی بعد آره بعد دیگه اینجوری بود که اینا تعجب کرده بودن که من اصلا معجزه شده خوب شدم، مثلا هیچ اثری تو بدن من نیست از این توده و گفت هیچ اثری تو من نیست. آره دیدم هیچ اثری دیگه تو بدن من نیست و میگن خوب شدی و تموم شد و فلان. بعد از چه خوب سال ولی میگم اون لحظه چه احساسی داشتی؟ بعد دکتر گفت چیکار کردی؟ گفتم باشگاه سخت کراسفیت سنگین. گفت بابا تو بعد نهایتا روزی 5 دقیقه پیاده روی آروم میرفتی، تو رفتی باشگاه سنگین کار کردی؟ اصلا تعجب کرده بود. بعد دیگه قضیه اون آبجو مشروب اینا هم بهش نگفتم دیگه، گفتم مامانم همیشه مامانم با هم بود، گفتم ندونه بهتره. و الکی فقط روزایی که یکم دردم آروم بود دختر خاله، دختر دایی، دختر عمو همه یا خواهر خودم میگفتم بیا آرایشم کن. کلاگیسم موقعی که دوست نداشتم به زور سرم میذاشتم باهاشون همون یه روز، مثلا یه روز نه بعد 4-5 ساعت قبل شیم درمانی بعدی باهاشون میرفتم بازار این ور اون ور، همه میگفتن وای خانم چقدر رنگ موهات خوشگله، کدوم آرایشگاه رفتی؟ بعد من اینجوری بودم بهش بگم یا نگم که مثلا من کلاگیسه، یا اصلا هیچ کسی نمیفهمه من سرطان دارم، چون دیگه میکان کردم کلاگیسم گذاشته بودم و اصلا کسی متوجه نمیشد. خودت چی؟ خود وقتی می‌بینی که بقیه الان متوجه نمیشن خودت هم احساس می‌کردی که پس زندگی عادیه، بس منم تکنیکی دیگه به آن بک نورمالیه پیدا کرده بودم. همین اینو میگفت این آره بابا من دیگه از جایی که من میدونی تاش چه نتیجه گرفتم، گفتم من می‌خواستم مام بابامو بهشون امید بدم ولی خودم امید گرفتم و خودم خوب شدم. می‌خواستم دور و بریامو ناامید نکنم ولی با برگشت. پس چی فکر می‌کنی راجع به مریض و چه جوری راجع بهش فکر می‌کنی؟ تو میگی خیلی تاثیر داره توی خوب شدن. الان ما بعد از این همه راه و مسیر سختی که 70 روز تو راه بودیم رسیدیم آمریکا، چون استرس زیاد 70 روز طول کشیدیم. آره 70 روز طول کشید. وقتی رسیدیم فکر تازه رسیدیم، می‌خوای نفس بکشی، تازه درد بدنات خوب بشه، دکتر بهت میگه سرطان بطن استیج 4 هم داری. خب بعد آقا واقعا اعتراف کنم من فیمس حاجی پسرده مهدیس یه جوری اونجا کلا آمریکا رو سر ما خراب شد و ما یه جوری کمرمون شکست ستایمون تازه داشتیم قبلش راجع که چه پلنای قراره بریزیم، حالا که رسیدیم فلان صحبت می‌کردیم، یهو امیدامون زیرو شد و ما زدیم زیر گریه. اصلا دکتر اینجا که اصلا اینجوری بود اینا چرا گریه می‌کنن، اصلا این شکلی بود. بعد خیلی یه لحظه خیلی ناامید شدیم چون خیلی سختی کشیدیم دیگه. من همش فکر می‌کردم قرار اون دردایی که تو ایران کشیدم و دوباره بکشم بدون بابا و مامانم. نه اونم تازه بدون مامان بابا که اینقدر هوامو داشتم اینا. و اینجوری بود که خیلی استرس داشتم. ببخشید شما اینجا بیمه هم دارین؟ وارد شدین بیمه رو گرفتین؟
بیمه رو میدن با اینکه میدونن سرطان گرفتی؟ اولش ما نمیدونستیم ولی رفتیم و بعد از چند نفر سوال کردن، بعد چند نفر بهمون دایرکت دادن که نمیخواد ازش بگیم مثلا اینجوریه داستان اینجوریه، بیمه رو میتونن براتون حالا تقسیم بندی کنن فلان کنن. از روی فنا کمک کردن. آره دمشون گرم. دیگه نمیدونستیم داستان چیه. بعد اینجوری شد که دکتر بهم گفتش که موهات نمیریزه اینجا. من خوشحال واقعا نمیشه. گفت آره تا 4 تا دوز 5 تا دوز کیموی سبک داری که هر 21 روز قرار انجام بدی، موهات نمیریزه، اونقدرم درد و حال بدی نداره که حالت تهوع داشته باشی میاد قرص میدی. من باور نمیکردم. گفت بعد از این بعد دوباره خوشحالم واقعا موهام نمیریزه دکتر. من گریه میکردم سر که دوباره قرار موهام بریزه، سر که قرار اون درد استخونای وحشتناکی که چرا داروی پیشرفته‌تر دارن یا سرطان متفاوته؟ حالا جدا از این که اینجا کلا خیلی پیشرفته تره، جدا از اون اینم بود که دوز سنگینم بعد از این 4 دوز شروع میشه که منو کامل بیمارستان بستری میکنن و اون 1 ماهی که منو بیمارستان بستری میکنن سلول مغز و استخوانم میگیرن که خراب نشه. مثلا بعد از اینکه شیمی سنگین کردم و همونجا هم تو بیمارستان موهام میریزه، دوباره قرار کچل بشم و دوباره مغز و استخوان به بدنم دوباره برمیگردونم. بعد خب اولش آدم خیلی خوب حالت شوک میشه، ناراحت میشه، دوباره میخواد موهام بریزه، دوباره قرار اون دردا رو بکشم. ولی یهو به خودم اومدم گفتم بابا این پاردون من چه گناهی کرده، این پسرم چه گناهی کرده، مامان روی دور چه گناهی کردم، من از الان هنوز شروع نشده بشینم آیی هست بکنم ناراحت باشم و میخوام حالا درد بکشم و فلان و اینا، یا میخواد سرم مثلا موهام کچل بشه. خب اولش مثلا خیلی ناراحت شدم، خیلی گریه کردم بابت این داستان. ولی یه هفته بود آدم عزیزشم، حالا چرا بعد 120 تا همه آدم‌ها فوت کنم، ولی من خیلی اینجوری میگم آدم عزیزشم که فوت میکنه بعد از 1 ماه 40 روز عزاداری دیگه اوکی میشه، دیگه بعد به زندگی عادی به روال عادیش برگرده. خب منم همچین خبر بدی رو شنیدم، اتفاق بدی هم افتاد، ولی ایتس اوکی. من گریه‌هامو کردم 1 هفته 10 روز بسته دیگه بقیه روزام که الان حالم خوبه درد ندارم میخوام ازش لذت ببرم. حالا لذت بردم نمیخوام الان بهتون ولی میگم خودش خیلی حالم خوب، میگم به قول خودت میگی آرایش می‌کنیم لباس می‌پوشی، آره برای استفاده نکنم از همه این لحظه هایی که حال من خوبه، چرا استفاده نکنم؟ بعد به این 1% اینجوری نگاه می‌کنی که شاید این آخرین باری باشه که تو لحظه خوبم باشه یا نه وای اصلا برای چی این آخرین لحظه؟ من هنوز بابا فکر نکنم اگه 90 سالم باشه این ازم بپرسید احتمالاً میگم نه هنوز زوده. دکتر راجع به بیماری چی گفت؟ خیال راحت ما اینو تکرار می‌کنیم اینجا. دکتر رو برعکس اینجا مثلا دکتر اونجا شاید یک ذره امید دارن، دکتر اینجا میگن ما الان میخوایم بیگوشت کنیم احتمال داره بمیری، ما الان میخوایم عمل کنیم احتمال داره مثلا دیگه خیلی بیشتر مثلا روکن چیزن که اون 1% رو خیلی بیشتر گلد میکنن، اون 1% که ممکنه اتفاق بیفته رو خیلی بیشتر مثلا بزرگش میکنن. خب آدم شما دیدم اینجا نه اخلاقشون رو مدلشون اینجوریه که میگن چون بالاخره برای اونم مسئولیتی درصدی گفت که مثلا این نوع مریضی مثلا 20% استیج 4 هم چی داری میگی؟ استیج 4 میشه بدترین دیگه. به استیج 5 داره یا نه ما کلا 4 تا استیج داریم. 4 تا خطه ها. آره دیگه 4 تا خطه. ولی داستان میدونید چیه؟ وقتی من دارم مقایسه میکنم، من الان 2 جلسه شیمی درمانیمو پیش رفتم، خب دوباره انجام دادی؟ دوباره انجام دوزای سبکشه فعلا. 2 روز دیگه با اجازهتون دوز سومم انجام میدم، 21 روز بعدم دوز 4 و بعد میرم بیمارستان بستری میشم برای دوز سنگینی که موام میریزه. میگم خدای شکرت، خدای 1000 بار شکرت که من اینجا دارم دوز سبکشم که حالا انجام میدم. از روز اول یه درصد تو مکزیک مثلا میگرفتنتون، الان مثلا تو قدم بلون بودی، هر اتفاقی میتونست بیفته. و الان میگم خوبه که حداقل تا اون دو سنگین شروع نشده درد نمیکشم اونقدر، یعنی چیزی نیست که نشه آدم تحمل کنه. خدا رو شکر الان میتونم تو این 4 ماه به زندگیم بزنم، 4 ماه میتونم الان راحت زندگیمو ادامه بدم و برسم و چقدر خوشحالم بابت همین نفس راحتی که میکشم، بابت همین شبی که راحت میخوابم، بابت همین غذایی که راحت میخوابم. اوکی اون یه ماه هم اشکال نداره، اون یه ماه هم بذار ته درد. دکتر هم اینجوری کرد، گفت بیشترین حجم درد و قرار اون یه هفته اول که تو بیمارستان بستری بکشی. بعد اون ما 3 هفته باید تلاش کنیم تو رو به حالت
اولیه یک انسان برگردیم به یه حالت آها، یعنی میذارن لطو پارت میکنن بعد میخوان زندت کنن دوباره. وحشتناک لطو پارت میکنن. بگم اشکال نداره، پس خدا رو شکر که من حداقل یه ماه قرار لطو پار بشم، یک هفته قرار داشتم تو بیمارستان آمریکا و قرار نیست یک سال این ادامه لطو پار شدن یک سال ادامه پیدا کنه. پس اول از همین بابت این واقعا از زندگیم، از هر انرژی که هست ممنونم. خب نکته دو اینه که بابت اینکه من اینجام و بابت پیدا کردن دارو نه خانواده‌مو اذیت میکنم، نه هزینه سنگینی روی دست خانواده‌م میذارم که بخوان دنبال دارو بگردن و پیدا نکنن، یا بخوان در به در مثلا هزینه‌های سنگینشو بخوان مجبورشن بپردازن. یعنی سر این باز میگم دمت گرم. نه آره آدم همیشه خیلی مهمیه واقعا این دارو پیدا کردنه، این هزینه‌های این مریضی واقعا چیز مهمیه که من بابت اینکه اینجا خیلی خدا رو شکر میگم. قبل از این که اصلا بخوام به این که چقدر شیمی درمانی اینا پیشرفته است اصلا بخوام فکر کنم، چون داریم اینجاییم واقعا خدا رو شکر. من دکترم داره بهم هفته یه بار زنگ میزنه، پیام میده حالت خوبه، مشکلی نیست، بابا ولم کن دیگه، چقدر زنگ میزنی؟ حالا بعد باشه بهم کارتتو دادی بهت زنگ میزنم خودم دیگه اوکی. این مدلیه. مرسی که واقعا وقت گذاشتی، چون خیلی برام جالب بود که اینقدر مثلا پوزیتیوی و اصلا من اگه مثلا این سیچویشن باشم همه بحث صحبت شما رو بهم میکنن اینجا میگن تا مثلا میفهمن وای چقدر خوبه رویتو نگم داری. گفتم آخه تو جای من باش، تو چاره دیگه ای داری؟ تا میخوام بشلم گریه کنم چقدر اتفاق من گریه میکردم. چقدر؟ یه هفته، نمیدونم دیگه، یک سال واقعا دیگه کم میاری، خسته میشی، بخوای خیلی دمت گرم واقعا. اذیت میشم و پس نتیجه میگیری که اوکی من تا وقتی حالم خوبه. ببین تجربه همه چی بهتر میکنه و تو چون تجربه داشتی الان واقعا داری هیچ همه ماها رو که مثلا داریم میشنویم میزنی توی این به اون یاد میدی که چون میگن از هر 2 نفر 1 نفر قراره تو زندگیش با این دیل بکنه. آدم هر چقدر بیشتر بدونه و بیشتر آماده باشه خب کمک میکنه. مهمی نیست و اصلا به نظر من خیلی جدیش بگیرم. اوکی، من آخرین چیز رو میگم، این شاید الان خود خوب نباشه به نظر، ولی اگر یه روزی امکان چیز باشه، اگر به اون 1% بدی که احتمال داره بیفته یه مسیج واسه مامان بابات بگو. جاکس میخواستم از همینجا بهشون بگم که بابت تک تک لحظه هایی که برام زحمت کشیدید میبوسمتون، ازتون ممنونم و اگر 100 بار بمیرم و زنده میشدم باز انتخابم شما بودین. یعنی واقعا خیلی دمتون گرم، خیلی پدر مادر خوبی بودین و جدا از پدر مادر خوب بودن خیلی انسان‌های خوبی بودین و خیلی چیزای خوبی بهم یاد دادین و من برای این گریه نمی‌کنم که مثلا حالا هر اتفاقی بخواد بیفته. من فقط خیلی خوشحالم که شما دوتا رو داشتم تو زندگیم و خیلی حرفا دوستان بزنم و این که فقط بدونین دخترتون تا وقتی که زنده بود و نفس میکشید خب از زندگیش لذت 100 برد و با تمام وجود زندگی کرد و لذت برد و خیلی خوشحالم و بابت زندگیم خیلی سپاسگزارم و ممنون. از همه مهمتر ممنون واسه تک تک لحظه های قشنگی که برام ساختی و عاشقتونم و ازتون یه خواهشی دارم، اونم اینه که همیشه بخندید، همیشه خوش باشید و به خاطر اگه من دوست دارین یه درصد واسه خوشحالی منم که شده، دوست دارم که جوون بمونی. اصلا دیدی همیشه مامان بهت گیر میدم ورزش کن، به بابا گیر میدم اصلا غذای خوب بخور، مرغی بخور. من دوست دارم که تو زندگیتون بهترین باشید، سالم باشید همیشه و شاید یه روزی یه جایی دوباره همو دیدید. Soy اقتصادی